یک چیز ما بسیار گفتگی هستیم و با خاطر رسان کنیم. یا زنک بود، نمیدونم کسی نوشته است که به من یک آدم زکات میتید، نزدیکان خداش، یعنی یا دادرش یا خواهرش یا برادرش زکات میداد و منت میکرد است. و بعضی آدم ها کارگراشون به زکات میتید. این ما بارها سالهای گذشته هم در درس های زکات تاکید کرده بودیم. و کارگراشون زکات میتید، او کارگر از همین کار رفتنی هست، از سبب آیلیکش کم بودن رفتنی است. حرمتی همین زکات نمیرد. هر سال ماه رمضان زکات به کارگرا میتید. اگر کارگر سزاوار نباشد ممکن ندادن. مثلا آیلیک میگیرد 3000 سامان، صرف و خراجاتش هم 2500 سامان، یعنی رسندگی و بسنده بابای زکات داده نمیشد. این آدم زکات میتید با مقصدی این قاپیده ایستادن، نرود از کارگری خوب. یا داد منت میکند، درست نیست. اون دادید و از آن خودش بود و از آن شما نبود و مال شما نیست. و الله تعالی مال داده است برای شما، گفته است که به فلانی ها ته. شما فقط یک وظیفه خزینه دار خوب دانید زکات دهنده ها. این مال شما نیست، مال الله تعالی هست و شما داده است. گفته است که این یک قسمش به فلان جاده، یک قسمش به فلان جاده، یک قسمش خودت استفاده برو، لیکن همه چیز استفاده نبر. عرق نخور، این نخور و این نخور، فردا حساب و کتاب دارد. با این پولی شما نیست، یعنی که پولی که مهنت کرده در خانه شما ایساز، در جیب شما ایساز، لیکن از آن شما 100% نه. لمن الملک الیوم، امروز ملک از آن کی است؟ له الملک، ملک از آن الله است. لمن الملک الیوم، امروز ملک از آن کی است؟ هیچ کسی صدا نمیبرارد. پادشاه ها مردند، بای ها مردند، همه هلاک شد. لمن الملک الیوم، ملک از آن کی است؟ کسی صدا نمیبرارد. لله الواحد القهار، ملک از آن یگانه الله است که او یگانه هست و به همه کار قادر است. بنابراین مالی که امروز شما در دست دارید، مثلا هم $100 گرفته در آنده پرتافتن به حق ندارید. مال شما هست لیکن حق ندارید که درانید، گناهکار میشید. این چونین به همین مال سیگارت خریدم حق ندارید. خریدید، شما خیانت کردید به مال. عرق خریدید، خیانت کردید. نارکوتیک خریدید، خیانت کردید. این مال از آن شما نیست. وقتی که زکات هم دادید جای خودش دادید، از آن خودش دادید. صاحبی حق مسکین بود، حق فقیر بود. بنابراین منت نکنید برادرایی که زکات میدید. زکات مالی از آن شما نیست. اونا دادید برای فایده خودتان دادید، برای خوشنودی الله دادید، برای رازگی الله دادید، برای صاف کردن گناهتان دادید، برای تازه کردن مالتان دادید، برای سبزانیدن مالتان دادید، برای مبارک و پربرکات شدن مالتان دادید، برای آینده خودتان و فرزنداتان دادید و برکه میشه به خانوادتان. زکات دادید، منت نکنید.